براتون بگم کوچینگ کال که کردی بعدش چه اتفاقی میفته. وقتی شما کوچینگ کال میکنی و میگین که اوکی من ردی هستم برای شروع این بیزینس، میاد میگه که شما که میدونی ما با چند تا کمپانی کار میکنیم. شما میفرمایید بله. میگه خب من لیست محصولات این کمپانی ها رو برای شما میفرستم و همینطور قیمتشونو شما مشخص میکنی که دوست داری کدام محصول از کدام کمپانی رو داشته باشی و اصلا یا میتونی بر اساس محصول و اون کمپانی انتخاب کنی که میخوای از کجا شروع کنی و با کی شروع کنی یا اینکه بر اساس اون به قولم باجتی که داری، اون پولی که داری و میخوای سرمایه گذاری کنی، چون به هر حال تو باید سرمایه گذاری کنی، اینجا بیزینسه. و چیز دیگه که من بهش توجه کردم، کاری که من کردم این بود که بیش کم ازم نگاه نکردم، فقط نگاه کردم ببینم کدوم از این محصولات هستن که کامیشن بیشتری بهم میدن. ببخشید اینجا آمدن دارن ریسایکل رو میبرن، ماشینای گنده‌ای که میان ریسایکل رو برمی‌دارن میبرن که سرصدا بسیار است. خلاصه من نگاه کردم ببینم که کدوم محصول از کدوم کمپانی هست که کامیشن بیشتری به من میده. هر دفعه رفتم و به کوچ عزیزم گفتم بنده اینا رو میخوام. بعدش ایشون از طریق کمپانی از طریق ایشون میشه ایشون از طریق کمپانی نمیدونم. خلاص فرمو بر من فرستادن، همش هم اینترنتیه دیگه. فرمو فرستادن، یه فرم قرارداد بود که من باز امضا میکردم، بعد کوچم امضا میکردم، بعدم دیگه کمپانی. بسیار همه چی رسمی، مشخص و قابل لمس. بریم تا پلن بعدی بهتون بگم بعدش چی شد.